فرمود آنچه هستی هدیه خداست به تو و آنچه میشوی هدیه توست به خدا. باندازی نمیخواد بابا، خدا هست. خدا ما رو نگاه نمیکنه. این حرف رو نزن. خدا همه ما رو نگاه میکنه. خدا خیلی ارحم الراحمینه، خیلی مهربونه. نباید هیچ وقت امیدمون از دست بدیم. چشممون به نشانه ها و گوشمون به نشانه ها باز باشه و فرصت بدیم که با همون صحبت بکنیم. انقدر درگیر عجله در زندگیمون برای تصمیم گیری، برای انجام اون چیزایی که مطابق خواست و میل خودمونه نباشیم. آلمانی‌ها یه ضرب المثل خوشگلی دارن، میگن بذار زندگی سورپرایزت کنه. انقدر در تلاش برای شکل دادنش اونطوری که خودت فکر میکنی این درسته نباش. و توکل در زندگی چیزیه که واقعاً زندگی رو آسان میکنه.